میدونستی 90% رابطه ها به خاطر بد دعوا کردن تموم میشه، نه به خاطر دعوای عادی. باید بلد باشی چجوری دعوا کنی. بیا 6 تا قانون وجود داره که 6 میشم از همه مهمتره. بیا من هر 6 تاشو بهت بگم، یاد بگیر استفاده کن. غر بزن ولی شخصیت طرفتو له نکن. 2. احساستو بگو ولی اتهام بهش نزن که بخوای بنزین بریزی رو آتیش. 3. توی یه دعوا پرونده رو نبر به 10 سال قبل که فلان اتفاق توی اون سال افتاده، من با تو سر اون سال مشکل داشتم. 4. تحقیر نه، مسخره نکن، قهر نکن. همه اینا رابطه تو رو میکشه. تحقیر بلای جون رابطته. اگه بدنت جوش آورد دهنتو ببند، آروم بگیر و نیم ساعت دیگه بیا در مورد مشکلت صحبت کن. مشکلتو نیم ساعت دیگه بیا حل کن. این آخری از همه مهمتره. اینو بگو دعوا برای بردن نیست. تو ببری اون باخته، اون ببازه تو باختی. دعوا برای اینه که آخرش بگی فهمیدم، حالا راه حل چیه؟ زوجایی میمونن که با هم بجنگن، نه روبروی هم بجنگن. اگر نفهمیدی هیچ رابطه‌ای نجات پیدا نمیکنه.